به نام خدا. سلام. خدا رو شکر که این جلسم خدمتون هستم. این بخش از گرامر مربوط به سال دهم بچه های نظریه که درس یک بچه های فنی 11. گرامر درس سوم بچه های نظری. خب یه کمی روش تدریس گرامر متفاوت شده، به نظرم بهتره. صفحه 82 کتاب بچه های نظری میشه. کاری که اول باید انجام بدین اینی که متن این صفحه 82 رو هم قسمت بالایی صفحه هم پایین صفحه رو یه نگاه بندازین و سعی کنید مفهومش رو بدونید، ترجمهش رو بدونید و این دو تا سوال رو جواب بدین. سوال یک و سوال دو. میتونید ویدیو رو نگه دارین، جوابا رو بنویسید یا تایپ کنید، بعد ادامه ویدیو رو ببینید. خب بعد از اینکه جواب دادید، جواب یک و دو به این ترتیب اینطوری هست. شماره یک: She was working very hard. و شماره دو: He was doing research in his laboratory in winter 1928. بریم سراغ نکته های مختلف این بخش گرامر. اولین نکته اینی که این مطلب گرامری امروز در مورد زمان گذشته استمراری هست. پس عنوانش اینطور میشه: past continuous، که بهش past progressive هم میگن. هر دوتا درسته، که میشه گذشته استمراری. حالا فارسیش هم پس تایپ کنم: گذشته استمراری. خب استمرار، حالا معنیشو که راحت بهتون بگم، یعنی یک کاری در حال استمرار و ادامه بوده، یک لحظه اتفاق نیفتاده. ببین شماره یک: She was working very hard. پس توی یه لحظه فقط سخت تلاش نمی‌کرده، کار نمی‌کرده. این از یه دوره شروع شده و همینطور ادامه دار بوده. حالا ممکنه تو گذشته تموم شده یا اینکه چون اون زمان گذشته با گذشته استمراری میگیم. شماره دو چطور؟ توی آزمایشگاهش سال 1928 در زمستان تحقیقات انجام میداده. خیلی خوب. پس مفهوم این زمان، این نکته گرامری اینه که توی گذشته یک کاری رو در حال انجامش بوده. نکته دیگه اینه که این گذشته استمراری نقطه شروع و پایانش هر دوتا توی گذشته است. تو گذشته شروع شده و تموم شده. بریم سراغ مطلب بعدی. جمله رو بخوایم از لحاظ ساختاری بررسی کنیم و براش فرمول و ساختارش رو بگیم. برای جمله خبریش علامت مثبت میذارم. جمله ها با چی شروع شده؟ من اینا رو آندرلاین میکنم با این دوتا. این دوتا از لحاظ گرامری چی هستند؟ سابجکت یا فاعل. نکته بعدی یعنی ادامه همین نکته. بعد از اون چی داریم؟ was برای مفرد یا were برای جمع که گذشته فعل بی هستن. این دوتا رو من آبی رنگ میکنم مثل خود این که خیلی راحت واضح باشه برات. بعد از اون چی داریم؟ فعل رو داریم به علاوه این قسمت زرد رنگ ing. پس گذشته استمراری فرمولش میشه فاعل به علاوه was یا were به علاوه فعلی که ing داره. خیلی خوب. بریم سراغ این که منفی کردنش چجوریه. اگه بخوایم این جمله شماره یک رو منفی کنیم، آیا not رو باید بذاریم؟ پس الان سوال من اینه، این کلمه not رو باید بذاریم به جای عدد یک، دو و یا سه تو این جمله؟ خب من این رنگ این نات رو هم سبز میذارم که متوجه بشید من منظورم کجا هست. خب کلمه نات باید بیاد کجا؟ فاعل نه، بعد از فاعل نه، بعد از was یا were. خیلی خوب. پس برای منفی کردنش نات رو
میذاریم بعد از was یا were و بعد دیگه ادامه جملهش میشه به علاوه فعل به علاوه ing. خب اگه بخوایم was not و were not رو مخفف کنیم چه شکلی میشه؟ اینجا رو توی پرانتز میذارم. was not مساوی بست با wasn't، این از این یکی، و were not مساوی هست با weren't. کلا شکل‌های مخفف غیر رسمیه. اینم پس از جمله منفیش. حالا بریم نحوه ساختن سوالیه این زمان. پس اگه شما درست گفته باشین فعل کمکی was یا were میاد اول، میشه به علاوه فاعل، بعد از فاعل ما فعل رو داریم، بعدش هم ing رو. خب من ing ها رو هم رنگش رو اوکی کنم، این was و were رو هم همینطور. یه مثال برای سوالی کردن. شماره 1 رو من میخوام سوالیش کنم، شما خودتون انجام بدین بعد چک کنید ببینید درست انجام دادین یا نه. سوالی درست این جمله میشه خب for example was she working very hard. پس این میشه شکل سوالی و این هم این مثالش. خب بریم سراغ نکته بعدی. از لحاظ معنایی و فرمولی یاد گرفتیم، بریم تلفظش. سراغ تلفظ که بریم، کلمه was توی تلفظ محکمش با صدای آ تلفظ میشه، ولی محاوره‌ای و رایجش با صدای ا هست. یعنی به جای was میگیم was. was. مثلا she was working very hard. پس بعد از من بگین اول خود کلمه رو was. حالا جمله رو she was working very hard. she was working very hard. حالا جمله دوم رو he was doing research. he was doing research. کلمه ریسرچ دو تا استرس درست داره که حالا چون بحثمون نیست کاری به اون نداره. پس was رو با صدای ا بگید was. خب کاری که باید انجام بدین، کتابتون این دو تا صفحه 83 و 84 مثال هایی رو داره. فعل بی رو قرمز رنگ گذاشته، فعل ing دار رو قرمز رنگ کرده و میگه این جمله ها درسته. Was he working on a difficult problem at 4? Were you working on a difficult problem when the power went out? و غیره. اینا رو یه نگاه بندازین، بعد برین سراغ حل تمرینا. صفحه 85 یه تمرین بالای صفحه داره که زوم کنم. اینجا یه دونه علامت اسلش داریم. این علامت قبلش یه عبارته، بعدش هم یه عبارت. دور اون گزینه درست باید خط بکشین. اینو انجام بدین، جوابهاشو تو اینترنت خیلی راحت میتونید پیدا کنین. یک سری سایت ها مثل پادرس. این یه تمرین. تمرین دوم، پایین صفحه نصف جمله رو نوشته و نصفش رو جای خالی گذاشته. شما با استفاده از زمان گذشته استمراری که یاد گرفتین این جمله رو کامل کنین. این دو تا تمرین. اگه باز خواستین بیشتر تمرین کنین، نوشته اینجا که بخش 2 کتاب کارتون پارت های A, B و C رو حل کنید که اونها هم جواباش توی اینترنت پیدا میشه. بسیار خوب، امیدوارم براتون مفید بوده باشه. اوقات خوشی داشته باشین. خدا نگهدار.